لطفا مزاحم نشو برو. نه به خدا مزاحم نیستم، من دیدم شما دم وقتی اومدم جلو. خب بفرمایید. شما قصد ازدواج داری؟ ازدواج؟ الان جدی داری میگی اینو؟ آره به خدا جدی ام، میخوام بدونم قصد ازدواج داری؟ آره خب چرا که نه. خب بی زحمت آدرس خونه‌تون رو با شماره باباتون رو اینجا یادداشت کنید که من فردا برسم خدمتتون. به همین زودی؟ دیروز دختر خانومتون رو دیدم، بعد ازشون پرسیدم قصد ازدواج دارید؟ ایشون هم گفتن آره، منم واسه همین سری خدمت رسیدم. پسرم تحصیلات چقدره؟ من تا دیپلم خوندم پدر جان. راستی دختر خانومتون واسه کی قصد ازدواج دارن؟ شما کی دوست داری؟ والله هر چی زودتر بهتر. عزیزم چقدر این چایتون خوش عطراتمه. اسم چایتون چیه؟ چای زود دم سوفیاست. تو 3 دقیقه دم میکشه. تازه اگه قوطی چای زود دمشو داشته باشی توش یه بازی قول داره که اگه امتیاز تو بازی بالا باشه همین 28 اسفند آیفون 16 کلی چیزای خفن دیگه بهت میدن. چقدر خوب. پس بی زحمت این قوطی چای صوفیاتون رو بدید من و خانومم ببریم تو بازیشون شرکت کنیم. چی؟ بله خانومه؟ بله خانوممه. هر چی که میخوای زن دوم بگیری؟ من غلط بکنم. اینجا چه غلطی میکنی؟ ببینید من دیروز از دختر خانومتون پرسیدم قصد ازدواج داره، گفت آره. بعد از اونجایی که من فروشگاه لوازم خونگی دارم اومدم خدمت شما بگم اگه قصد تهیه جایزه دارید از ما بخرید، چون قیمتامون خیلی مناسبه. یه ست جایزه خوب براتون میبندم. حالت خوبه؟ چیزی زدی؟ من مغازم آخه پاخور خوبی نداره. الان شب عیدی کلی چک دارم پاس نشده. ماشو گم شو بیرون. بابا به خدا چک دارم دیگه، یه جوری باید مشتری‌ها رو پیدا کنم دیگه. بیا. انقدر مردم نمیرن مغازه داره اومدم تو خونه ها. اوضاع خرابه.